ساعت 3 شب با همراه مست ناصرов آمدیم در شهر کلاب بستانی رسیدیم. خدا شاهده ایداف این خزیقی که ما شهر کلاب آمدیم یگان بار این خزیق آمدگی نبوده. برای همین نیت داریم که پگاه به مردمی که ای آفت طبیعی ضرر دیدن یک ذره هم باشه کمک خودمون برسانیم. برادران شما چه خیلی که دیدین این دولتدارای ما کمکی که به مردم ضرر دیده کردن به کمک ما تماما احتیاج نیست. به هر حال ما میخواهیم که درباره دولتدارا و درباره مردم باشیم. چه خیلی که گفتم کمی هم باشه کمک خودمون برسونیم. بله برادران در این خیل وضعیت ها و در این خیل مشکلی ها یگان مردم تاجیک به طرف بودن میتواند ان شاء الله ما در جایگی یک دسته یک قوه بزرگی برادران السلام علیکم همه کسا مردم تاجیکستان نفرایی که در باری من دیدستن برادر موسادیشو اکای مستر خوش آمدین. یا کوی ما کمتر کار داشتن کمتر دیرتر کم رسیدن که سمیختونا به حد خوب گذاشتن. امروز اینام خدمت اینام سادیشو اینام اکای مستر یک دو برادر دیگه ناممون گفت نگی امروز ما در شهر کلاب نفرایی که امی افت طبیعی مثلا خونه‌شون آوزا بودن مثلا همه هم چیزای امروز جناب علیمون دولت حکومت تامین کرده ما پروسه سمی خدمت گذاشتیم. امروز قطعا برادرامون سه دونه دک موندگی برادرای عزیز ما اوجه این اکای پور خود شوید مردم شوید الک اوجه دک شوجه تقسیم شید یک تایگه یک جای دیگر روان کردیم دیگری شولی کندگی نیست. بچه‌ها این سه دکی که ما موندیم اکای دلار دگور از اکاس که اگه بده به حد بعد کلام قریب 3 ساعت میشه که یک دک شولی تموم نشده. برای همین ما خوشیم که یک دگ همین را اول کندگی نیست دگ ببریم در مکتب اینترنت بتیم. قسم حربیه با مکتب اینترنت هست. أدري يأسي فيه ولا عرفت هدايا ولا عرفت ضنايا ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوايا رب يوم الندايا يا رجاء